یادتونه؟ اون روزای بچگی همیشه معلم‌ها یه موضوع انشا رو هر سال میگفتن بهمون تا در موردش انشا بنویسیم. وقتی معلم با خط خوشروی تخته مینوشت موضوع انشا علم بهتر است یا ثروت، انگار همیشه جواب از قبل معلوم بود: علم. همه بچه‌ها همون لحظه میگفتن آقا اجازه، علم. و با اطمینان مینوشتیم علم بهتر است، چون یاد گرفته بودیم اون جواب درسته. اون علمه که مقدسه. کسی که میگفت ثروت انگار گناه کرده بود. بقیه یا مسخرش میکردن یا طوری نگاش میکردن انگار تفلکی کودنه. ولی بزرگ شدیم. زندگی رو از نزدیک لمس کردیم. با هزینه‌های زندگی، اجاره خونه‌ها، قسط‌ها و اون دلنگرونی همیشگی بیپولی. فهمیدیم علم قشنگه، ولی اجاره خونه رو با قشنگی نمیدن. کتاب شعر برق خونه رو روشن نمیکنه. فرمول فیزیک قبض آب رو پرداخت نمیکنه. اونجا بود که فهمیدیم شاید قصه اونقدر هم ساده نبوده. علم ارزشه، اما وقتی نتونه شکم گرسنه و قصه خونه رو حل کنه به تنهایی کافی نیست. ثروت داشتن هم خوبه، ولی اگه عقل و فهم همراهش نباشه آدم پولدار میشه، اما شاید انسانیت و نودوستی زیر زرق و برق ثروت گم بشه. آدمایی رو دیدم که استاد بودن، دکتر بودن، اما شب با فکر قسط و بدهی خوابشون نمی برد. از اون طرف آدمایی رو دیدم که سواد درست حسابی نداشتن، اما جیبشون پر بود، حسابشون سنگین، ولی دلشون خالی بود. پر از پول بودن ولی خالی از معنا. چشم داشتن اما نمی دیدن. گوش داشتن اما نمی شنیدن. آدمایی که با پول همه چیزو خریدن جز یه چیز: آرامش. اونجا فهمیدم نه علم بی پول خوبه، نه پول بی علم. دوتاش باید با هم باشه. مثل دو باله یه پرنده، یکی جهت میده، یکی قدرت پرواز. بعضی وقتا فکر میکنم اون مقایسه از ریشه اشتباه بود. مگه میشه گفت چشم بهتره یا گوش؟ دست بهتره یا پا؟ هر کدوم یه نعمته. کی گفته باید بین دو چیز با ارزش فقط یکی رو انتخاب کنی؟ اون خدایی که ما رو آفریده به ما هم چشم داده، هم گوش، هم دست داده، هم پا، چون هر کدوم لازمه زندگی هن. چطور ممکنه خودش دوتا هدیه بده و بعد از ما بخواد یکی رو بندازیم دور؟ همون خدای مهربون علم رو خواست تا بیناتر بشیم و ثروت رو خواست تا تواناتر بشیم، نه برای رقابت، برای رشد. علم چشم ماست، ثروت دست ما. یکی برای دیدن، یکی برای ساختن. اگه فقط چشم داشته باشی و دست نه، میفهمی ولی کاری ازت بر نمیاد. و اگه فقط دست داشته باشی و چشم نه، میسازی ولی کورکورانه. علم و ثروت دشمن نیستن، دو رفیقن که بدون هم ناقصن. اگه یه روز دوباره معلم تخته‌ای بذاره جلوی من و بگه بنویس علم بهتره یا ثروت، مینویسم هیچ کدوم به تنهایی بهتر نیستن. علمی که زندگی بسازه و ثروتی که دل رو آروم کنه، اون دوتا با هم بهترن. چون علم بی ثروت میتونه بشه حسرت و ثروت بی علم بشه ظلم. اما وقتی کنار هم باشن زندگی معنا پیدا میکنه. شاید جواب درست انشای اون سالا این بود علم و ثروت با هم بهترن. ولی ما کوچیک بودیم و جواب بزرگا رو بلد نبودیم. این فقط نظر من بود. شاید درست باشه، شایدم نه. دوست دارم نظر تو رو هم بدونم. تو چی فکر میکنی؟ علم بهتره یا ثروت؟ تو کامنت بنویس واقعا نظرت چیه؟ و اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن. هم دلگرمیه برام، هم انگیزه‌ای برای ادامه راه. مرسی که تا آخر با من بودی. تا ویدیوی بعدی مراقب دلت باش.